وضع اقتصادی مردم خوب نیست. سفره‌ها هر روز کوچیک‌تر میشه، قیمت‌ها بالاتر میره. خیلی‌ها شرمنده زن و بچه‌شون میشن و از فردای خودشون خبر ندارن. این یه واقعیته، نمیتونیم انکارش کنیم. ولی یه چیز دیگه هم هست. هر سال درست همین موقع درختایی که خشک بودن دوباره سبز میشن. دونه‌ای که توی دل خاک بوده سر زمین در میاره. زندگی یک جوری راه خودش رو پیدا میکنه. اگه قراره یه چیزی عوض بشه باید از خودمون شروع کنیم. نمیگم همه چی رو تغییر بدیم، ولی فقط یه قدم بردار. یه مهارت جدید یاد بگیر، یه کار کوچیک رو به اتمام برسون. شاید نشه قیمت دلار رو کنترل کرد، شاید نشه قیمت‌های اجناس رو کنترل کرد، ولی میتونی جوری خودت رو قوی کنی که هیچ موجی زمینت نزنه. نوروز یعنی نو شدن، یعنی دوباره شروع کردن. امیدوارم امسال سالی باشه که قوی‌تر بشی، رشد کنی، یه قدم به اون چیزی که می‌خوای نزدیک‌تر بشی. زندگی هنوز امید داره، هنوز راه داره. نوروزتون مبارک. سالتون پر از اتفاقای قشنگ.